اما در نقطه دوم شیخ میفرماید که فضل العلم، بیان فضیلت علم. میفرماید که طلب العلم و استزاده منه شرف. طلب علم و زیاد نمودن علم و زیاد طلب کردن علم، طلب علم و بهره گرفتن از آن علم، این شرف است. میفرماید واقعا علم شرف است. ولا یضاحی، شرف است که کهنه نمیشود. با دادن علم انسان بیشتر میگردد، اما آن رو با داشتن آن علم انسان از بین میرود. برای همین در اصول ثلاثه یکی از قاعده های که ذکر می‌نماید در تفسیر سوره عصر، العمل به، عمل کردن با آن علم. یکی از نقطه های عمل کردن با این علم این نشر علم است، پهن کردن علم است. بلغوا عنی ولو آیه، اگر یک آیه باشد از من برسونید، گفتن صلی الله علیه و سلم. پس چی فرمود؟ گفت با نشر علم، طلب علم و بهره گرفتن از آن علم یک شرف است. هر کسی که در طلب علم است، طلب علم میکند و از آن علم بهره میگیرد و این شرفی دارد. اگرچه که در بین مردم شرف آن پنهان باشد، که در نزد الله سبحانه و تعالی شرف ویژه‌ای دارد. و در این بیان شرف طلب علم شیخ خضر بیارد برای ما بیان نماید. و چی فرمود؟ کهنه نمیشود این. و فضل لا يحد و من دلایل فضله، و یک فضیلت را که حدود ندارد. شرف علم و فضل آن و زیاد نمودن علم یک هدایتی است که حدود ندارد، عظیم است. یعنی اولا طلب العلم عبادت عظیمه. نقطه اولی که شیخ حفظه الله ذکر می‌نماید، طلب علم یک عبادت بزرگ است. طلب علم یک عبادت بزرگ است. قال زهری رحمت الله علیه می‌فرماید که ما عبد الله بشیء افضل من العلم. چیزی میگوید هیچ چیز بهتر از علم نیست که با واسطه اون الله سبحانه و تعالی عبادت کرده میشود، که هیچ چیز افضلتر از عبادت الله سبحانه و تعالی از علم نیست. برای علماء رحمهم الله تعالی فضیلت علم را حتی از جهاد در راه الله سبحانه و تعالی در بالا گذاشته هستند و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی را ذکر کرده هستند. و می‌فرماید که منزلت خشیتی ولا ینالها الا العلماء. مقام منزلتی خشیت این ترس با علم است. می آموزی علم میگیری، پس می ترسی از الله سبحانه و تعالی، با اون علم میگیری. خشیت با علم است. پس این مقام خشیت، ترسیدن از الله سبحانه و تعالی با علم، لا ینالها الا العلماء، این رو به دست نمی آورند مگر عالمان. برای می فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. بدروسی که البته تنها علما از بندگان الله از الله میترسن. علما بندگان الله هستند، اینها هستند بیشتر ترس از پروردگار دارن. من اراد الله به خیر یفقهه فی الدین. دیگری از فضایلت هایش این آموزش علم رو میفرماید که من اراد الله به خیر، اگر برای هر بنده که الله برای او خیر بخواهد، یفقهه فی الدین، رو فقیه در دین میگرداند، فهم دین رو برای او میدهد. و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین، هر کسی را که الله سبحانه و تعالی برای او اراده خیر کرد، او رو فقیه در دین، رو فهم دین رو برای او میدهد. متفق علیه، بخاری و مسلم حدیث روایت کرده هستند. قال شیخ الاسلام رحمه الله میفرماید که کل من اراد الله به خیرا، هر کسی که الله برای او خیر رو بخواهد، لابد ان یفقهه فی الدین، حتما ضرور است که او رو فقیه در دین بگرداند. هر بنده رو که الله برای او اراده خیر بخواهد، البته او رو فقیه در دین میگرداند، در مجموع فتاوا در مجلد 28 صفحه 80 شیخ ذکر نمودند. و قال ایضا، و همچنین شیخ الاسلام فرماید که لا یکون من اهل السعادت الا من فقه فی الدین، از اهل سعادت نمی باشد، از اهل سعادت قرار نمیگیرد مگر آن کسی که فقیه در دین بگردد. از اهل سعادت، از خوشبختی نیست، از اهل خوشبختی نیست مگر آن کسی که در دین فهم دارد، دین رو میفهمد. العلم رفعت الدرجات فی حیاتی و بعد الممات، علم بالا شدن درجه ها است در این دنیا و بعد از مرگ. میگه علم درجه های انسان رو در حیات این زندگی و بعد از مرگ بالا میکند. الله میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم، کسانی که از شما ایمان آوردن به او سبحانه و تعالی درجات آن رو بیشتر میگرداند، بالا میگرداند. الله کسی رو که از شما ایمان آوردند، والذین اوتوا العلم درجات، و آن کسانی که بر آنها علم داده شد به چند درجه بالاتر میکند. اهل علم درجه با خاص خودشون دارند، از اینو زیادتر بیشتر. قال ابن قیم رحمت الله علیه میفرماید که و من لم یکن فی العلم الا قرب من رب العالمین. در این سخن ابن قیم اهمیت بدهید بردارم، بسیار سخن زیبا است. و من لم یکن فی العلم الا القرب من رب العالمین، اگر در علم جز نزدیکی یا که نزدیک شدن به پروردگار جهانیان نباشد، والاتحاق بعالم الملائکه و صحبت الملأ الاعلى، و پیوستن با عالم ملائکه ها و صحبت اهل بالا، یک ملائکه ها،
کفى به فضلا و شرفا. بسنده است برای بنده فضل و شرف. یعنی که منظور مقصد شیخ این است که انسان آموزش علم، آن علمی که می آموزد باید این قرب نزدیکی با پروردگار باشد. از همه فضل عظیم و بالاترین فضل آموزش علم ان همین نقطه بسنده است برای انسان، نزدیک شدن با پروردگار. اگر بنده با پروردگار نزدیک شد که خلاص دیگه هر چیزی رو در این دنیا و آخرت بخواد میرسد، هر چیزی رو بخوای. برای همین بعضی مقالات میگه خدا دارم چه غم دارم، الله دارم چه غم دارم. و با واسطه این علم بنده با ملائکه ها میپیوندد، درجات بالایی میگیرد و با صحبت اهل سما میرسد. بسنده از شیخ میفرماید برای آموزش علم که اهل فضل و شرف برای دنیا و آخرت. و نقطه پنجم، من سلک طریق العلم بنیت صافیه. هر کسی که راه علم رو با نیت صاف طی کند، قدم بزند. هر کسی که راه علم رو با نیت صاف طی کند، قدم بزند، وجد متعه قلبه فیه. راحت قلبش رو در آن راه پیدا میکند. راحت قلبش رو در این راه پیدا میکند. قال شیخ الاسلام فرمودند که ما یصنع اعداء بی. دشمنان من با من چی میکنند؟ انا جنتی و بستانی فی صدری. من جنت من و بوستان من در قلبم است. دشمنان من با من چیکار میکنند؟ به درستی جنت من و بوستان من در قلبم است. این روح تو فهی معی. اگر رفتم و جنت بوستانم در قلبم با همراه من است. هر کجا رفتم میگیرند. لا تفارقنی. از من هرگز جدا نمیشود. این سخنان علما را گوش میکنید، چقدر وای سبحان الله در راه علم و در راه دانش و در راه رسیدن به پروردگار به الله چقدر نزدیک بودن. چی بسا کم از حاضر از زبان مردم این سخنان زیبا را بشنوی. العلم ایسر الطریق الی الجنه. دیگری از فضیلت ها برادران و خواهران گرامی، علم آسانترین راه به سوی جنت است. قال نبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیان اینکه علم آسانترین راه به سوی جنت است فرمودند: من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. من سلک، هر کسی راهی را طی کند، راهی را اختیار نماید، در آن را قدم بنهد که آن راه علم است، الله سبحانه و تعالی به سبب آن راهی که علم است اختیار کرده است بهشت رو برایش آسان می‌گرداند. راه بهشت رو برایش آسان می‌گرداند. روایت مسلم است. طریق العلم سهل یسیر. راه علم آسان است. راه علم آسان و هموار است. حفظ لکتاب الله العظیم. اولا حفظ کتاب الله سبحانه و تعالی است. و سنت نبیه صلی الله علیه و سلم. و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و مختارات من المتون اهل العلم. و اختیار کرده ها از متن هایی که علما برای طالب علم پیشکش کردن. متن طالب علم مثلا مثال عادی، مع فهم ما تقدم، الا بر آن فهمی که در بالا ذکر کردیم، میگه آن چیزی که می‌آموزی آن را بفهمی، فهمی درست و صحیح. و العمل به و عمل کردن به آن، می‌فرماید که و من زاد فی طلبه، اگر هر کس که در طلب علم تلاش کرد، زیادی کرد، زادت رفعته، درجاتش بالا می‌شود، منزلتش عالی می‌گردد. و به هذا ینال المرء رضا الله، و با این چیز انسان رضای الله را به دست می‌آورد. و یعالی الجنان، و جنت ها را به دست می‌آورد، در جنت مقام های عالی را به دست می‌آورد. اما هشتم از فضیلت های آموزش علم، نفع العلم یلحق صاحبه بعد الموت. فایده علم صاحبش را بعد از مرگ همه رسد. از تو پیگیری میکند، از تو کنده نمیشود. آن علمی که تو آموختی و بعد دیگران رساندی، آن علم از تو کنده نمیشود، بعد مرگت هم باشد. چون تمام عملهای انسان بعد مرگ کنده میشوند بجز علم. میفرماید قال نبی صلی الله علیه و سلم: اذا مات الانسان، هنگامی که انسان وفات کرد، انقطع عنه عمل وی کنده میشود، الا من ثلاث، مگر سه چیز. خوب گوش بدید. الا من صدقه جاریه، صدقه جاریه انجام دادن، صدقه جاریه کردن، او علم ينتفع به، یا که علمی که بر این منفعت بخشیده می شود، او ولد صالح یدعو له، یا فرزند صالحی که در حق تو دعا میکند. پس برادران و خواهران گرامی با این سه چیز اهمیت بدهید: صدقه جاریه، آموزش علم و منفعت رساندن با آن علمی که آموخته‌ای، و همچنین بیان تربیه فرزندان صالح. روایت مسلم است. و نهم و آخران بیان فضیلت علم، ادرک السلف فضل العلم، درک نمودن، پی بردن سلف صالح فضیلت علم را، فاقبلوا علیه، هنگامی که پی بردن درک کردن فضیلت علم را، با سوی آن چه کردن؟ شتابان حرکت کردن. و قال ابن سیرین رحمت الله علیه میفرماید که ادرکت بالکوفه 4000 شاب، من در کوفه 4000 جوان رو پیدا کردم، 4000 جوانی را واخوردم، یطلبون العلم را، علم آموزن. این روایت ابن سیرین در جامع اخلاق راوی و ادب سامع ذکر شده است.
در اینجا از این کتاب مبارک در بیان فضیلت ادب درس رو به اتمام میرسانیم و درس دیگه ان شاء الله در فصل دوم در بیان آداب طالب علم که نقطه اول اخلاص است و دوری از شرک است، خوف ترس از شرک است و اتباع و پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم و نقطه های بعدی که می آید ان شاء الله که صحبت ها خواهیم کرد. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.